حضرت استاد مرحبا. او طرف من وقتی میام دستشم میگیرم بگید برادر اهل اسلام راه هوی کنید حضرت بگذره. از یک طرف بسته، از یک طرف بسته، از یک طرف بسته پیش هوی کنید برادر اهل اسلام. این تفکری نکنید، راه هوی کنید. خوش آمدن، مرحبا. حضرت ایشان نورالدین جان به خاندان حضرت استاد خوش آمدن. نگاه که جورت مرحبا حضرت ایشان نورالدین جان و خاندان حضرت استاد خوش آمدن. مرحبا نورالدین تاج سر. مرحبا مرحبا حضرت ایشان نورالدین جان، حضرت ایشان محمود جان خوش آمدن. مرحبا و تمام مهمانانی که از راه دور و نزدیک هستند خوش آمدن در خاندان حضرت استاد. برادر اهل اسلام را هوی کنید. هر کس در جای خویش در جای خدمت نشستند. تمام مردم هم دروازه شه برادر اهل اسلام. خوش آمدن. مرحبا حضرت ایشان نورالدین جان و خاندان حضرت استاد و تمام مهمانان از راه دور و نزدیک خوش آمدن. مرحبا مهمانان را توجه کنید برادر اهل اسلام. راه هوی کنید برادر اهل اسلام، راه هوی کنید مهمان را داخل شد. صاحب میکنم اوکی حجی میگه در پشن آمین. خداوند قبر او رو بغل از باغ جنت، خداوند ایمان و عملهای صالح شد، خداوند برای او در بهش بهتر از این خاندان فرزندانش جای نشین براش پروردگار برای جامعه ایمان نگهدار. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وفرح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء
ثلة من الآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آیه های تمام ارواحهای خصوصا حضرت مولانا دامدار بدل خداوند از ثواب این آیه های تلاوت شده و نصیب گرداند و از جمله اصحابی یعنی کرده و از این نعمت هایی که خدایا براشان وعده کرده حضرت استاد ما رو با نصیب کرده خداوند فرزنداش جای نشین خوب صالح و نامبردار برای حضرت مولانا. آمین. شما رو شما بخشیده شد محسون شما دامدار شما را حمدان رحمت این مصیبت برای مردم تمام از این نمیشه باید مسئله بیان کردن صاحب پدر گفتن یفتون که همه ما بنده خدا هستیم همه ما باز کشم و مسئول خداست انا الله و انا الیه راجعون. اولا از نام شمس الله و شمس الله نور چشم شانه شاگردانی عزیز شانه برای این مصیبت تسلیت و تعزیه عرض میکنم. خداوندا در مصیبت استادگی نصیب گرداند و پروردگار سفری در حالت پیری آغاز کردی حضرت استاد براش سفری عروسی بگرداند و انشاءالله این سفر عروسی است. سلام جو ببینش